اگه فضای اطراف پمپ آبت بسته است و هیچ هوایی بهش نمیرسه، ممکنه پمپ آبت خفه بشه. خیلی تصورش اینه که آقا پمپ آب چون خودش داخلش آب هست هیچ وقت داغ نمیکنه. نه، اصلا اینطوری نیست. پمپ باید از بیرون تغذیه هوایی بشه که وقتی داره کار میکنه داغ نشه که بعد منجر به سوختنش بشه. حالا اینجا دو تا دونه راه حل داره که پمپت بر اثر گرما نمیسوزه. راه اولش اینه که جای قرار بگیره که گردش هوا داشته باشه و پمپت بتونه تغذیه هوایی داشته باشه. دومی که بعضی وقت به مرور زمان که کار میکنه گرد و غبار روش میشینه که شما میتونی مثلا هر چند وقت یه تر تمیز ساده بکنی و از سوختگی پمپ جلوگیری کنی. حالا اگر این دو تا دونه راه حل رو انجام بدین، طول عمر پمپتون 3 برابر میشه. تو پیجم کلی نکته راجع به نگهداری پمپ ها بهت گفتم که اگر دوست داشتی میتونی بهش سر بزنی.